خب سلام وقتتون بخیر. ما رسیدیم به در واقع بخش تایپ اطلاعات، یعنی اینکه اطلاعاتی که داخل PHP هستن از چه نوع تایپی هستن برای ما و ما میتونیم چطوری از اونها استفاده کنیم. موضوعی که وجود داره این هست که خب ما تایپ های مختلف در واقع تایپ های مختلفی داخل بحث PHP داریم. خب یکیش نال هست، یکی بولیان هست، اینتیجر، فلوت، استرینگ، آرایه یا اری، آبجکت و حالا ریسورس، که حالا ما اون مهماشون رو براتون توضیحاتشو با مثال میدیم و حالا در طول پروژه هایی هم که داریم خب خیلی بهتر میتونیم ازشون استفاده کنیم. خب حالا بریم. من یک ویدئوی قبل از این در واقع در مورد ساخت سرور توضیح دادم که حتما اون رو ببینید که بتونین راحت یک سرور ایجاد کنین. خب من میام اینجا یک PHP -s بزرگ لوکال هاست 8000 -t مای کد من اول از همه باید خب من این سرور رو ساختم اینجا، اینو دیگه کاری بهش نداریم و میام همین آدرس رو فراخوان میکنم. خب من اینجا یک فایل index.php ایجاد میکنم و خب صفحه سفید شد، این داره اطلاعات رو میخونه. خب من میخوام انواع این اطلاعاتی که اینجا وجود دارن رو به صورت کامل بنویسم. خب اینتیجر چی هست؟ من با لیست خودم میخونم، یعنی اینکه توضیحاتی که در این رابطه هست و چیزی که خودم میخوام توضیح میدم، بر اساس لیستی که اینجا وجود داره جلو نمیرم. خب ببینید اول از همین اینتیجر رو توضیح میدم. اینتیجر یا عدد کامل، ببینید یک عدد کامل هست، نمیدونم این دوباره یک عدد کامل هست دوباره، یعنی اعدادی که بدون در واقع حالا دات استفاده میشن و به خودی حاوی اعشار هستن رو اینتیجر میگیم. خب ما یک نمونه از اینتیجر بگیم. من یک حالا نمونه رو اینجا می نویسم که اینتیجر مساوی است با مثلا 1999. این یک نمونه از در واقع عددی است که به صورت اینتیجر، یعنی که عدد ما به صورت کامل بدون هیچ اعشاری استفاده میشه. تایپ اینتیجر به همین سادگی است. میرسیم به سراغ تایپ فلوت. فلوت یعنی که عدد من شامل اعشار هست، یعنی اینکه این عددی که الان وجود داره یک نمونه از در واقع تایپ فلوت هست که من از یک دات استفاده کردم و اون مقدار اعشارش رو نوشتم. مقدار دیگه که وجود داره در واقع به صورت توی این لیستی که اینجا هست مقدار آرایه هست. آرایه یک وریبلی هست که چندین نوع اطلاعات مختلف رو داخل خودش ثبت میکنه. مثلا ببینید من اینجا میام یک علی میذارم، یک محمد میذارم، یک رادوین میذارم. این هم یک نوع آرایه هست. پس ما داخل آرایه ها میتونیم اطلاعات رو با این سبک در واقع قرار بدیم و هر جایی به تناسب خودشون استفاده کنیم که حالا استفاده هر کدوم رو هم الان توضیحاتش رو بهتون میدم. یک نوع اطلاعاتی داریم به عنوان بولیان. بولیان میتونه ترو و فالس باشه، یا ترو یا فالس. یعنی من اینجا بولیان بذارم، مثلا این رو ترو قرار میدم، مقدارش فقط میتونه ترو باشه و فالس باشه و این اطلاعات رو برای ما برمیگردونه. مقدار دیگه که وجود داره مقدار در واقع نال هست. خب من اینجا نال مساوی با نال میذارم. نال یعنی این که چی؟ یعنی که هیچ اطلاعاتی در واقع اینسرت نشده، هیچ اطلاعاتی بهش وارد نشده که بشه ازش استفاده کرد، که حالا تو بحث دیتابیس ها بیشتر ازش استفاده میکنیم. و یعنی که هیچ اطلاعاتی لود نشده که ما الان بخوایم در واقع داخل این قسمت ازش استفاده کنیم. آبجکت ها رو بعدا و در واقع ریسورسز ها رو بعدا توی قسمت بعد کامل باید توضیح بدم.
خب حالا ما این اطلاعاتی که در واقع اینجا وجود دارن چطوری ازشون استفاده کنیم؟ خیلی راحت. حالا ما اگه بخوایم اینتیجر رو استفاده کنیم یا فلوت رو استفاده کنیم که همون یک اکو میذاریم و مثلا اکو اینتیجر رو، خب منو میام داخل اون کد پی اچ پی، میبینید که همون عدد در واقع اینتیجر رو داره برای من میخونه، یا فلوت به همچنین، یعنی در اون عدد رو میخونه. اما آرایه زمانی که شما میان اکو میکنین اینجا دیگه به اون شکل قبلی در واقع اطلاعات رو برای شما نخواهد آورد. ببینید که یک ارور برای در واقع ارور گرفت که سینتکس ارور گرفت انگار که نمیتونه این رو در واقع بخونه. خب من اینجا میام یک شماره کی بهش میدم، یعنی از صفر هم شروع میشه. زمانی که من میخوام برای مثال آرایه رو حالا اینجا بازش کنم، میام یک در واقع کی ولیو باید اصطلاحاً بهش بدیم. الان من اومدم گفتم درسته بیا وارد آرایه شو اینجا با اکو کردن، اما خب کدوم یکیشو؟ از شماره صفر که علی بود شروع میشه، شماره 1 2. الان مثلا من شماره 2 رو بزنم، در ظاهر اینجا 3 تا هستن، باید در واقع رادوین شماره 3 باشه، ولی خب من با توجه به اینکه از صفر شروع میکنم اینجا اطلاعات رو به این شکل برای من نمایشش میده. بولین هم که خب مشخص هست دیگه، من مقدار بولین گفتن ترو و فالس برای ما نمایش میده این بر، و حالا 1 و 0 اینجا برای من آورد. و ببینیم مثلا من اگه همین رو الان فالسش کنم، الان اینجا برای من صحیح، درسته برای من صحیح برگرد، چون من مقدار بولین رو مقدار ترو قرار دادم اینجا. و بخش نال هم که خب مشخص هست اینجا. ببینید من زمانی که نال رو در واقع میخوام اکو کنم، هیچ اطلاعاتی اینجا برای من بر نمیگرد، چون هیچ اطلاعاتی رو همینطور که گفتم اینسرت اطلاعات رو انجام ندادم. سری مثالا وجود داره در رابطه با مخصوصا بخش بولین که خب اینجا حالا یک اروری باش برخورد کردیم، تو قسمت بعد کامل توضیح میدم که چرا این و این ارور به چه دلیلی بود که اونجا برای ما نمایش داد غیر از ترو رو، چون میتونه به دو حالت ترو و فالس باشه. ما اینو تو عبارت شرطی استفادهش میکنیم که به ما یک شرطی رو به صورت ترو یا فالس نمایش بده، و نال رو همینطور، آرایه ها رو به همچنین. و حالا توی بحث اکسپرشنز ما اونجا کامل از همه این اطلاعات به صورت کامل استفاده میکنیم که حالا اون نتیجه خوبی که میخوایم رو در انتها ازش بگیریم. موفق باشید.